إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه قهرمانان خدمت شما عزیزان هستم. البته در چند قسمت گذشته برنامه قهرمانان ما در مورد چند تن از فرماندهان و مؤسسین دولت مرابطین صحبت کردیم که در مغرب اسلامی به خصوص در افریقا تأسیس شده بود و یکی از قوی‌ترین دولت‌های اسلامی در آن وقت محسوب می‌شد. حالا بیایم کمی طرف مشرق اسلامی تا فکر نکنین که شاید تنها قهرمانان در مغرب اسلامی بوده و مشرق اسلامی چیزی نداشته. بالعکس، ما در مشرق اسلامی هم قهرمانان داریم که یعنی دنیا با وجود آنها افتخار می‌کند. اگر این قهرمانانی که ما در موردشان صحبت می‌کنیم در هر ملت دیگر می بود، مثلا یهودیان، نصرانیان، هندوها، بودایی‌ها و غیره، اگر اینها همچون قهرمانانی می داشتن، نمی‌فهم آنها از این شخصیت‌هایشان چی می‌ساختن. ما شخصیت‌های خود را فراموش می‌کنیم. آنها کسایی که اصلا شخصیت هم نیستن را برای ما شخصیت می‌سازن. کجا رسد اگر ابرمردان مثل عبدالله ابن یاسین می داشتن، مثل یوسف ابن تاشفین می داشتن، مثل موسی ابن نصیر اگر می داشتن، مثل طارق ابن زیاد می داشتن، کسانی که برای خدا همه چیز را وقف می کردن، همه چیز را، جان، مال، خانواده، همه چیز را ترک می کردن و در صحراهای گرم افریقا برای دعوت و جهاد می برآمدن. از آن طرف هم با توهین و تحقیر روبرو می شدن، اما صبر می کردن، شکست را نمی پذیرفتن. چی مردانی بودن اینها؟ اینها از چی آفریده شده بودن؟ مادران اینها به جای شیر به اینها چی داده بوده؟ پدران اینها برای اینها چی می داد؟ واقعا یعنی دنیا از تقدیم کردن افراد مثل این قهرمانانی که ما در موردشان صحبت می‌کنیم عاجز است. البته فراموش نکنید که در تاریخ اسلام فقط همین چند قهرمانی است که ما در موردش صحبت می‌کنیم. نه خیر، این نمونه‌ای است از خروار. تاریخ اسلام مملو است از این قهرمان‌ها. شاید ما هزاران تنش را نامش را ندانیم، اما هستند قهرمانان در تاریخ اسلام که با نام آنها باید افتخار کرد، با قهرمانی های آنها افتخار کرد. نه تنها افتخار، بلکه باید اولاد خود، نسل آینده خود را، فرزندان خود را مثل آنها تربیت کنیم. اینها هم مخلوق جداگانه نبودند، انسان‌هایی بودند از پدر و مادر به دنیا آمده بودند. یک تعدادشان یتیم شدند در کودکی، یک تعدادشان فقیر بودند، شاید اشخاص گمنامی بودند، از خانواده های گمنامی بودند، اما آمدن دنیا را به لرزه در آوردن. این عبدالله ابن یاسین کی بود؟ پدرش کی بود؟ از کدام خانواده بود؟ قریشی بود؟ نه. عرب بود؟ نه. فارسی بود؟ نه. یک بربری امازیغی از مغرب که نه خانوادهش
معلوم است ما میشناسیم، نه چیزی از مغرب میدونیم، اما اینها نام خود را در تاریخ ثبت کردند. بیایم روی قهرمانی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم. بله، قهرمان امروز ما هست نورالدین زنگی. نورالدین زنگی. نورالدین زنگی، اکثریت مورخین به این باور هستند و به این اعتقاد دارند که بعد از خلفای راشدین ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی مرتضی و فراموش نکرده باشید اولین قهرمانی که در موردش صحبت کردیم عمر ابن عبدالعزیز پنجم شد، ششمش هم نورالدین زنگی هست. اعدل الملوک برش لقب دادن که عادلترین شاهان بوده، عادلترین امیران بوده. میگوین دوران خلافت و امارت و دولت نورالدین زنگی بعد از خلافت راشده و بعد از دوران عمر بن عبدالعزیز بهترین دوری از تاریخ اسلام هست. علی الاطلاق این نورالدین زنگی هست که ما در موردش صحبت خواهیم کرد. و یکی از لقب هایی که مورخین برایش دادن منقذ قبر النبی، نجات دهنده قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم، که انشاءالله در مورد چگونگی نجات قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم توسط این ابرمرد تاریخ اسلام صحبت خواهیم کرد. حافظ ابن کثیر رحمه الله میگوید که نورالدین زنگی در سال 511 هجری در حلب به دنیا آمد. حلبی که امروز به خاک و خون کشیده شد توسط روسی ها و رافضی ها. بله، این قهرمان ما در حلب سوریه در سال 511 هجری در اوایل قرن ششم هجری به دنیا آمد و پیش پدرش که بانی و مؤسس دولت زنگی بود تربیت یافت. قرآن کریم را آموخت، اسب سواری را آموخت، مبادی علوم شرعی را آموخت و در نیزه زنی و شمشیر زنی تربیت یافت که یک تاز میدان بود. ابن کثیر رحمه الله در موردش میگوید که کان شجاعا ذا همت عالیه. نورالدین زنگی یک قهرمان دلاور و بهادر بود، شجاع بود. ذا همت عالیه، همتش بسیار بلند بود. قهرمان واقعی همتش بلند می باشد. هر قدر که همت انسان بلند بود به همان انداز برش کامیابی نصیب می شود. هر کسی که همت را پایین آورد همان پایین می ماند. حدیث قدسی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از الله متعال نقل می کند. الله تبارک و تعالی می گوید که انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. من نزد گمان بنده خود هستم، پس هر گمانی که می کند بکند. اگر من خواهان تفوق و بلندی بودم خداوند برم می دهد. اگر خود را همیشه پایین زدم، همت خود را پایین گرفتم، باز همونجا میمانم. البته همت بلند داشتن به معنای غرور و تکبر نیست که انسان خود را بر دیگران فضیلت دهد یا خود را بهتر از آنها بشمارد. این گناه است. اما اینکه همت انسان بلند باشد، هدف انسان بلند باشد، این محمود هست. باید چنین باشد هر فرزند مسلمان و هر جوان مسلمان. ابن کثیر در ادامه می‌فرماید در مورد نورالدین زنگی میگوید که نورالدین صاحب الشام، صاحب شام بود، حاکم شام بود. الملك العادل، پادشاه عادل بود.
ملک العادل، بله پادشاه عادل که در روز قیامت 7 گروهی که خداوند در زیر سایه عرش خود با آنها سایه میدهد، یک گروه الامام العادل هست که باید امیر عادل باشد، امام عادل باشد، ملک باید عادل باشد. اگر عادل بود در زیر سایه عرش الله متعال در روز رستاخیز که سایه دیگری وجود ندارد در آنجا خواهد بود. ناصر المؤمنین، الله اکبر، چه لقبی است! ناصر المؤمنین، کمک کننده مؤمنان بود. تقی الملوک، پرهیزگارترین پادشاهان بود. نورالدین زنگی پرهیزگارترین پادشاهان بود. همچنان در مورد صفات این ابرمرد ما مورخ دیگری می نویسد که اعتنى نورالدین به مصالح الرعیه. وقتی که او حاکم مسلمانان شد در شام به مصالح ملت فکر کرد. هر چیزی که باعث ظلم و تنگ دستی برای مسلمانان میشد آن را برداشت و برای عرب های بادیه‌نشین اقطاعات داد، زمین های داد تا آنها از حجاج طلب نکنن، مسئلت نکنن. و همچنان بلاد شام را در اطرافش دیوار کرد، قلعه های بلند بلند ساخت و بنا مدارس کثیره، مدرسه های برای فرزندان مسلمانان ساخت که از جمله مدارسی که ساخته مدرسه عادلیه، مدرسه نوریه و دارالحدیث. و یکی از امتیازاتی که نورالدین زنگی آن را از آن خود کرد و افتخاراتی که فقط از آن او هست، اولین کسی است که مدرسه خاص برای حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ساخت. ما بعدا در موردش صحبت میکنیم که چقدر نورالدین زنگی تابع سنت بوده، تابع فرامین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده. به همین سبب اولین کسی که مدرسه خاص برای احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ساخت به نام دارالحدیث نورالدین زنگی بود. و همچنان بزرگترین مسجد را به نام جامع نوری در موصل ساخت که امروز موصل در چه حالت است. این موصل و حلبی که امروز نامش را میگیریم نورالدین زنگی را به یاد ما میارد، چون حالت زار مسلمانان را در این 2 شهر اسلامی در عراق و سوریه وقتی که ما مشاهده میکنیم، کاش نورالدین زنگی دیگری از این سرزمین ها بیرون شود تا این ملت مظلوم و ستم دیده حلب و موصل را از شر روس ها و آمریکایی ها و اسرائیلی ها و رافضی ها نجات دهد. خودش فقیه بوده، نه تنها یک امیر مسلمانان و یک حاکم، بلکه در این حال یک عالم اسلامی بود. در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله، در فقه امام ابو حنیفه رحمه الله مهارت خاصی داشت، اما با مذاهب دیگری اهل سنت مثل مذهب امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل هیچ نوع تعصب نداشت. برای تمام این مذاهب اهل سنت یکسان خدمت میکرد. آنانی که امروز به نام این مذاهب به سر و کله هم میزنند، آنها نیز باید از تاریخ این ابرمردان و این قهرمانان بیاموزند، درس بگیرند، عبرت بگیرند. نورالدین زنگی را وقتی که ما تاریخ را میخوانیم، روافض و شیعیان، به یاد دارید گفتم در مورد سلطان محمود غزنوی، بله در مورد سلطان محمود غزنوی نیست اینها چیزهای زهراگین خود را می نویسند و مطالب شوم زهراگین خود را به
سلطان محمود غزنوی نسبت میدهند و سعی میکنند که شخصیت او را، قهرمان ما سلطان محمود غزنوی را جریحه دار بسازند و برای جوانان او را سبک نشان بدهند. عین کار را در مورد نورالدین زنگی میکنند. وقتی که تاریخ نویسان شیعه را ما میبینیم سعی میکنند که در میان نورالدین زنگی و صلاح الدین ایوبی اختلاف بود و اختلاف فلان بود، این را بزرگ نمایی میکنند در حالی که چیزی هم نبوده. هدفشان این است که از این طریق این چهره از قهرمانان تاریخ اسلام را خدشه‌دار بسازند. در مورد نورالدین زنگی چرا شیعیان بدبین هستند؟ چرا بد میبینن او را؟ چرا نفرت دارن از او؟ چرا در موردش چیزهای زشت می نویسن و سعی میکنن که تاریخ درخشان او را مخدوش بسازن؟ چرا؟ به خاطر که نورالدین زنگی محب سنت بود. سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را از جانش بیشتر دوست داشت و برای احیای سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه تلاش میکرد. هر سنتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش میرسید تطبیق میکرد، عمل میکرد. قبل از اینکه نورالدین زنگی امیر شام شود، ما میدونیم که این سرزمین شام و مصر زیر امارت یا زیر حکومت دولت عبیدی رافضی بود. دولت هایی که شیعیان ساختن، اول اینکه فراموش نکنید، قبلا هم گفتم باز هم تذکر میدهم، هیچگاه شیعیان و روافض از دشمنان اسلام، از یهود، نصارا، از هندو، از بودایی ها زمینی را فتح کرده باشند و بر آنجا حکومت را قایم کرده باشند، نکردند. والله در تاریخ ما سراغ نداریم. ما خواندیم داستان قهرمانی موسی ابن نصیر را که چطور افریقیا را فتح کرد و اندلس را فتح کرد. طارق ابن زیاد چطور تا قلب اروپا فتوحات را ادامه داد. ما خواندیم که جوان 17 ساله محمد ابن قاسم چطور سند را فتح کرد. ما خواندیم که سلطان محمود غزنوی چطور هند را به قلمرو اسلام داخل کرد. ما خواندیم که عبدالله ابن یاسین چطور اسلام را در موریتانیا و سنگال زنده کرد و فتوحات اسلامی را افراد او که بعد از او آمدن، یوسف ابن تاشفین و ابوبکر ابن عمر لمتونی و غیره، تا غانا و تا غینیا و سیرالیون و کجا رسانیدن. اینها همیشان ابرمردان اهل سنت و الجماعت بودند. آیا شیعیان در تاریخ سراغی دارند که یک فرد شیعی، یک دولت شیعی را در یکی از کشورهای کفری را فتح کرده باشه و اسلام را در آنجا رسانیده باشه و حکومت قایم کرده باشه؟ نه خیر، والله نه خیر. چند دولتی که اینها ساختن برابر است که دولت عبیدی باشه یا اداریسه باشه و غیره، اینها در سرزمین های اسلامی بالای مسلمانان حمله کردن، اهل سنت و الجماعه را قتل عام کردن و حکومت خود را قایم کردن. عبیدی ها عین کار را کردن و سپس بعد از قایم کردن حکومتشان جنایاتی که کردن، قتل و کشتار و این را میگذاریم برای بعد. اینها جنایاتی که عبیدی ها در مکه مکرمه در حق حجاج کردن، حجر الاسود را که از آنجا دزدیدن با خود بردند، حجاج را در مکه مکرمه قتل عام کردند که چاه زمزم را با جسد حاجیان بستند. این جنایات هولناکی را که اینها کردند و تا امروز در سوریه و عراق ما شاهد هستیم که اینها میکنند، این را کنار میگذاریم. عقاید مردم را خراب کردن، سعی میکنن که دین را از میان فرزندان مسلمانان بردارن و چیزهای مزخرف، عقاید باطل خودشان را جایگزین حق بسازن.
یکی از شعارهایی که دولت عبیدی رافضی در شام کرده بود این بود که در نماز در اذان به جای حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل را اضافه کرده بودند. ما در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حی علی خیر العمل در اذان نداریم. این بدعتی است که عبیدی ها ایجاد کردن و در اذان اضافه کردن. این قهرمان ما نورالدین زنگی وقتی که امیر مسلمانان بود در شام، از اولین کارنامه هایی که انجام داد گفت این خلاف سنت پیامبر هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اذان را که به بلال و به عبدالله ابن ام مکتوم و به ابو محذوره تعلیم داد و غیر این اذانی بود که اینها میدهند. اذان پیامبر صلی الله علیه و سلم حی علی الصلاة، حی علی الفلاح بود. ما باید تابع سنت باشیم، ما دنبال روی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشیم. همین بود که این شعار شیعیان رافضی را از اذانها در دمشق در شام برداشت و دوباره اذان را طبق سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حالت اصلیش درآورد و عادات و رسومات غلطی را که عبیدی ها در میان مسلمانان رواج داده بود یک بعد دیگری این عادات شیعی و طقوسات باطلی آنها را بیخکن کرد. از این خاطر است که شیعیان نورالدین زنگی را بد میبینند، در مورد او چیزهای زشتی می نویسند و سعی میکنند که او را یک شخص کینه‌جو، یک شخص قدرت طلب، یک شخص خودخواه، مغرور این گونه جلوه دهد که گویا با صلاح الدین ایوبی مشکل داشت و نمیدانم چی داشت. این علت عداوت شیعیان رافضی با این قهرمان ما نورالدین زنگی هست، به خاطر محبت او با سنت که نورالدین زنگی چقدر خواهان زنده کردن سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، چقدر عاشق از بین بردن این بدعت هایی بود که اینها عبیدی ها ایجاد کرده بودند، میخواست اونها را از بین ببرد. فکر میکنم وقت برنامه ما به پایان رسیده است، اما داستان این قهرمان ما نورالدین زنگی باقی هست. قهرمانی هایی که این ابرمرد انجام داده است فراموش نکنید که در قسمت بعدی انشاءالله به آن میپردازیم که چگونه ای با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم محبت داشت، چگونه سنت ها را زنده کرد و چگونه دولت عبیدی رافضی را در شام از بیخ برچید و چگونه صلیبی ها را در معرکه های متعددی شکست داد و چگونه قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را از حمله مسیحیان نجات داد. فراموش نکنید. با این همه داستان ها در قسمت بعدی برمیگردیم. تا آن دم الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، البع أرسلان والفاتيح عثمان، وابنتا شفين والغازي سليمان. اسأل الرومان عنهم والمجوسا. إننا الأبطال، إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، نحمي الرؤوس.